مرحوم آیت الله بهبهانی رحمت الله علیه در حرم امام حسین علیه السلام بود. خدمت حضرت رسید، تو دلش هم گلایه داشت، آقا جون چرا نمیان، اشک بری گریه میکرد. حضرت تصرف فرمود خواسته ها و حوائج مردم رو آیت الله بهبهانی میشنید. دید یکی میگه پام درد میکنه خدایا به حق حسین پامون شفا. یکی دعا میکرد که یه عروس خوب به من بده حسین. یکی دعا میکرد که یه دکون تو بازار تهران میخوام. آقا فرمودن بهبهانی شنیدی؟ یکیشون منو نخواستن. بهبهانی اینجایی که دعا مستجاب است، یکی از اینا نگفت خدایا مهدی فاطمه رو برسون. یه بار شد تو از اینجا بلند شی بریم با این نیت که برم برای فرجش دعا کنم، برم برای خودش.